تد لیپین اساسگذار سامانه BBC واچ، سامانه‌ای که از فعالیت‌های ساختارهای تابع آژانس مطبوعات جهانی آمریکا USGM شدیداً انتقاد می‌کرد، از جانب این آژانس باعث پرزیدنت نو رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی تعیین شده است. دیزی سینجلر که از ماه ایون اجرا کننده وظیفه پرزیدنت این شرکت مطبوعاتی بود، به مقام قبلیش نایب پرزیدنت و سردبیر رادیو آزادی برمیگردد. تد لیپین 67 سال داشته، زاده شهر نوویتراک در جنوب لهستان یا خود پولشا است. او سال 1970 وقتی که همگی 17 ساله داشت، از زندگی تحت رژیم کمونیستی دلسرد شده به امریکا هجرت کرد. لیپین از سال 1973 در رادیوی صدای امریکا به کار پرداخته و سال 1981-1993 مدیر بخش پلیاکی این رادیو بود. بعد رفتن از کار در نهادهای USGM او بنیاد فری میدیا آنلاین و بعد چند سامانه BBC واچ را تأسیس داد. این سامانه USGM و ساختارهای آن را برای نامؤثری فعالیتشان و کوتاهی در سیاست ایجادی و مسائل کادری به شدت انتقاد میکرد. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، کارگاه مرکزیش در پراگ شرکت مطبوعاتی است که از جانب کنگره امریکا توسط USGM مبلغ گذاری می شود و نزدیک 30 بخش به زبانهای گوناگون از جمله به زبان تاجیکی دارد. بخش تاجیکی این شرکت به نام رادیوی آزادی معروف است. رادیوی آزادی سالهای اخیر در بحران عمیق قرار دارد. از سال 2012 به این طرف 12 مرتبه رهبران این رادیو عوض شدند و پرزیدنت های تعیین شده و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت های رادیو آزادی در این دوره همگی از چند ماه تا حد اکثر 2 سال توانستند به رادیو آزادی رهبری کنند. در چنین شرایط بسیاری ها تعیینات تد لیپین به رهبری رادیو آزادی را همچون یک تعیینات انقلابی به قلم می‌دهند و امیدوارند که او با اراده قاطعش میتواند رادیو را از بطلاق به این بحران عمیق بیرون بکشد. مایکل پاک مدیر کل USGM روز 18 دکامبر اعلان کرد که وتران این نهاد تد لیپین باعث پرزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به کار در این اداره برمیگردد. هیچ کس بهتر از تد فعالیت گوناگونسو و رسالت مطبوعات بین المللی امریکا را نمیفهمد. تد حامی صادق و سرسپرده دموکرات بوده، در امر تبلیغ ارزش‌ها و آرمان‌های امریکا در جهان کامیاب میباشد، گفت مدیر USGM پاک ضمن معرفی لیپین به حیث پرزیدنت رادیو آزادی.